13مین غذا از چالش 3 روزه گیلان و غذاهاش شش اندازه. یکی از انواع فسنجون‌های متنوع گیلانی که هم خیلی سریع و آسون درست میشه، هم فوق‌العاده خوشمزه است و گوشت و مرغ هم نداره، مخصوص گیاهخوارا هم هست. با نکاتی که امروز بهتون میگم میتونید به خوشمزه ترین روش ممکن این خورشت شش انداز رو درست کنید. پس بریم برای 13مین غذا از چالش گیلان و غذاهاش. برو بریم. به اینا میگن نمکیار یا نمیار. اول باید به سبک مادر بزرگ‌های قدیمی توی این نمکیار رو با سنگ مشته، این سنگایی که کنار رودخونه ها پیدا میشن، گردو رو حسابی بسابیم تا خمیری شکل بشه. پس حسابی گردوهاتون رو بسابیم. حالا جالبه بدونین 6 انداز توی زنجان یا شیراز، این چه جونوری، توی زنجان یا شیراز به روش‌های مختلفی درست میشه. یعنی ما 6 انداز زنجان و 6 انداز شیرازمون اصلا یه چیز دیگه است کلاً، که حالا این چالش گیلان و غذاهاش که تموم بشه آموزش اونها رو هم براتون میذارم. ولی 6 انداز ما گیلانیا یه مدل فسنجونه و خب فسنجون از همه چی خوشمزه تره دیگه، نه؟ البته شما اگه نمکیار و سنگ مشته ندارین توی دستگاه خردکنم اینو بریزین اوکی میشه. فقط حسابی باید خمیریش کنین که این روغن گردو توی فسنجون خوب در بیاد و روش یه وجب روغن داشته باشه. خب گردوامون رو حسابی سابیدیم و ببینید قشنگ خمیری شده. نگاه کنین باید اینجوری بشه که قشنگ روغن بده به فسنجونتون. باید به گردویی که ساییدیم در حدی که فقط گرم بشه حرارت بدیم. فقط تو همین مرحله رب انار ترش هم بهش بزنیم. رب انار و گردو رو با حرارت کم تفت بدین تا داغ بشه. ما میخوایم فقط گردو و رب انار داغ بشن. بعد باید بهش آب یخ اضافه کنیم. این شوک دمایی باعث میشه که روغن گردو بیشتر در بیاد. تو مرحله اول 1 لیوان آب و یخ بهش اضافه میکنیم. تا خورشتمون قل میخوره و به روغن میشینه ما باید پیاز رو نگینی و ریز خورد کنیم و تفتش بدیم تو روغن با حرارت کم تا طلایی رنگ بشه. خورد کردن پیازم که بهتون گفتم چه شکلیه دیگه. باید این انگوش نوکش تو باشه که اصلا آسیب نبینه و به این صورت وقتی پیاز رو برش میدید انتهاش رو، یعنی این قسمت رو برش ندین که پیاز باز نشه. بعد به این صورت میتونید نگینی خوردش کنید. وقتی که موادمون داغ شدن وقتشه که 1 لیوان دیگه آب یخ بهشون اضافه کنیم. حالا گردو و رب انار و آب یخ باید 1 ساعت قل بخورن و جا بیفتن. حالا پیازهایی رو که نگینی خورد کرده بودیم توی روغن رو با حرارت کم تفت میدیم تا طلایی بشن. پیاز که با حرارت کم اینجوری ریز تفت خورد و طلایی رنگ شد 1 دقیقه آخر بهش زردچوبه اضافه میکنیم و با زردچوبه هم 1 دقیقه تفتش میدیم. بعد فعلا پیازها رو میذاریم کنار. حالا وقتشه که بادمجون ها رو پوست بگیریم و یه نکته خیلی مهم در موردش بهتون بگم. برای اینکه بادمجونتون تلخی نداشته باشه و حین سرخ کردن روغنی به خودش جذب نکنه، وقتی پوستش رو گرفتین بهش نمک بزنین، بذارین یه نیم ساعتی بمونه و یه آب زرد رنگی ازش خارج شه. اینجوری تلخیش گرفته میشه و دیگه هیچ روغنی هم به خودش جذب نمیکنه. حالا باید برای خورشت 6 انداز بادمجون رو حلقه حلقه کنین. ما گردوهامون 1 ساعت و نیم قل خوردن و این مرحلهش واسه روغن انداختن خیلی مهمه. بعد از 1 ساعت و نیم که حسابی داغن 1 لیوان دیگه آب یخ بهش اضافه میکنیم.
قشنگ شد که دمایی میده و روغن گردو در میاد. همین جوریش هم حسابی روغن انداخته ها. حالا ببینیم با این آب و یخ چی میشه. بعد از اینکه این گندی که زدم و جمع کردیم باید یه هم به خورشتمون بزنیم و درش رو بذاریم که یه ساعت و نیم دیگه گل بخوره و قشنگ جا بیفته. بادمجونایی رو که نمک زدین حتما بشورین که نمکشون گرفته بشه. بعد باید خشکشون کنیم که موقع سرخ شدن روغن نباشه. قشنگ بادمجونا رو خشک کنین و توی روغن سرخشون کنین. خب بادمجونامون سرخ شدن، فقط باید یک ربع آخر بادمجونا رو به خورشت 6 انداز اضافه کنیم. این خورشت 6 انداز ما بعد از حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت گل خوردنه. روغن روش رو ببینین، ما هنوز هیچ روغنی اضافه نکردیم. روغن گردو. الان باید پیازهایی که طلایی شدن رو بهش اضافه کنیم. وقتی پیاز رو به خورشت اضافه کردین بهتر اینه که بذارین 1 ساعت دیگه ریز گل بخوره و قشنگ جا بیفته. پس درش رو میذاریم که 6 اندازمون 1 ساعت دیگه جا بیفته. به خورشت 6 اندازتون فلفل سیاه و گلپر هم اضافه کنید. کلا گیلانی‌ها میگن مکمل فسنجون و گردو گلپر. حالا این گلپر واقعا هم کنار فسنجون نمیدونین چه طعم خوبی بهش میده. حتما هم برای 6 انداز هم باقی فسنجوناتون یه مقدار امتحانش کنین، خیلی خوب میشه. 1 ربع آخرم این بادمجونایی که سرخ کردیم رو بهش اضافه میکنیم. بیشتر از 1 ربع هم نذارید بادمجونا توش بمونه، له میشه. 1 ربع دیگه بستشه. اینم از برنجمون برای کنار خورشت 6 انداز. هیچکی نمیتونه مثل من تهدید درست کنه. رنگ و رو و طعمش هم حرف نداره، حتما درستش کنی. چه روغنی هم انداخته. آقا این خیلی خوشمزه است، حتما امتحانش کنید که برید بهش. یکی از بهترین فسنجوناست.